سلام دوستا، به خاطر ساختن عکس پاسپورت اول میایم گوگل آواز میکنیم، اینی لینک تایپ میکنیم. من لینکش باز در دسکریپشن میمونم، کسایی که ضرورت داشت میتونن که از اونجا بگیرن. بعد از اینکه وارد از لینک شدیم اینی اولی رو آواز میکنیم. اینجا گزینه‌های مختلف برای شما آواز میشه، هر کدومش کاربرد خاص خود داره. ما شما فعلا پاسپورت فوتو میکر گزینه اول که هست، ما شما رو انتخاب میکنیم. بعد از اون سلکت ایمیج شما میتونین درگ اند دراپ بکنین یا به هر شکل. من درگ اند دراپ میکنم عکس خوده. تمام تنظیمات خودش آماده ساخته، شما در اینجا چیزی غرض نمیگیرین. بعد از اون فقط شما نکست میکنین سفره. گزینه‌ای که نیاز است اینجا هست و همچنان عکس در وسط میرین. میتونین برایتنس کم بکنین، زیاد بکنین یا آپشن های دیگه ای که داده تمامش اگر استفاده کردین، اگر نکردین مشکل نداره. بعد از او از 4 اطراف زیر ما برابر میکنیم، نکست میگیمشه. میبینین بک‌گراندش خودش سفید ساخت. بک‌گراند در عکس پاسپورت باید سفید باشه. از جا میتونین شما رنگای دیگه هم انتخاب بکنین، ولی در اصل پاسپورت تصویر سفید میباشه بک‌گراندش. این تمامش خودش آماده ساخت. بک‌گراندش هم ریموو میکنه و از این گزینه پایانتر که از چنج کلوتس میتونین که لباسهای مختلف را استفاده بکنین. اگر مردانه باشه تصویرتان میتونین درشی ها اینجا فرمت های آماده داره، یا خنقاق داره، از هر کدامش که شما استفاده بکنین. فقط یک کلیک میکنین یا درگش میکنین خودش بالا میره. و همچنان اگر خانم باشه به قسمت پالو که رفتین اینجا برای این فرمت های مختلف آماده داره. حجاب مکمل میخواین یا تنها چادر، تمام تصاویر آماده داره. مثلا من یک تصویر از اینجا درگ میکنم، شما میبینید 4 اطراف از جای ادیت هم داره. میتونین که سایز خرد بکنین، کلان بکنین، نظر به چهره را ترتیب بکنین. ما فقط یک مثال جور کردیم، باز شما میتونین دقیق تر کار بکنین دیگه. بعد از اینکه خلاص شد نکست میگینشه، آماده دانلود است. مکمل تمام کار خودش آماده میسازه. دانلود میکنین، استفادهش میکنین.